پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیدن که قیامت کی می شود گفتن که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. اگر وظیفه ها به آدم های نااهل سپاریده شود منتظر قیامت شود. یا آدم اهل در صفحه پایان می ایستد یا آدم نااهلی که سوره فاتحه را درست خوانده نمیتونه، صلاح‌های کلان مانده است، سوره فاتحه درست خوانده نمیتونه، بسم الله الرحمن الرحیم خطا میخونه، امامتی دارد به مردم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش گفتن که یصلون فإن اصابوا فلکم ولهم. یا آدم‌های به شما امامتی میکنن که اگر درست نماز خوانند بر فایده آنها و بر فایده شما است. و این اخطأوا اگر خطا خوانند لکم و علیهم، بر فایده شما بر ضرر آنها گفتن. یعنی نماز شما درست است، نماز آنها غلط است. یعنی به این خیلی امام ها اگر مباشرتا نصیحت کردن مشکل باشد میتونید سوال فرستانید که از نگاه شریعت باید به مردم که امامتی کند. البته اگر علم داشته باشد، حتی اقلا علم فقه خوانده باشدم حدیث نداندم، میگوید که مثلا عالمترین آنها یا که حافظترین آنها در حدیث حافظترین آنها آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا القوم اقرأهم لکتاب الله، و مردم امامتی میکنه حافظترین آنها به کتاب الله تعالی، قاریترین آنها. فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه. اگر در قرائت برابر باشن، یا آدم قرآن حفظ میدونه یا آدم دیگر هم حفظ میدونه، دو کس میدونند برابر حفظ میدونه هر دوشون هم، فاعلمهم بالسنه، عالم ترین آنها به سنت به حدیث. کسی عالم ترین باشد او میگذرد، چون که یکی آنها هم قرآن میدونه، دیگری آنها هم قرآن میدونه هم حدیث میدونه، او میگذرد. بنابراین بعد دوامش است. اگر در علم فقه و حدیث هم برابر باشن با کلان سالترینشان، بر وقت هجرت کردگیشان یا بر وقت اسلام قبول کردنش، یعنی عموما با مرتبه هاش هست. همین چیزای اونها هم باید داند. آدم مسئله وظیفه امامتی امانت است، مسئولیت است. تمام وظیفه ها مسئولیت است، امانت است. امام ابو حنیفه بر این آدم ها از همین خیل منصب ها دست میکشیدن برای مسئولیتش. روز قیامت جوابگری دارد. و اینها مسئولیه. وقتی که از صحابه آمده گفت که یا رسول الله منم رئیس شهر تعیین کنید، خیلی که فلانی رو رئیس شهر تعیین کرده، گفتن که من به تو دوست میدارم اون چیزی که برای خودم دوست میدارم. دو کس به هم امیر نشو. به دو کس هم امیر. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که وقتی که سه کس به سفر برآمده یک کس امیر مونید، یک کس امیری سفر میشن. یعنی کی استراحت میکنیم، کی راه میگردیم، در کجا طعام میخوریم، در کجا شب میگذرونیم، یعنی او امیر میشد. سه کس باشید یک کس امیر میشه. به همین دو کس هم امیر نشو. گفتم من به تو دوست میدارم اون چیزی که برای خودم دوست میدارم و مال یتیمم به ذمت نگیر. مسئولیت از روز قیامت جوابگری دارد. راهبری هر چقدر انسان راهبر شود برای مردم زیاد، این قدر مسئولیتش زیاد است. از بای هر یکی آنها پرسیده میشه. بار در یک مسجد نماز خواندم، سبحان الله، بعد پیش از اذان داخل مسجد شدیم در زمستان. همین خیلی مسجد خنک بود، بی نهایت مسجد خنک بود، اذیت میبیند انسان. حتی بی یگان مبالغه بیرون از مسجد گرمتر بود، برای اون که در اون مسجد شاید هیچ کسی نبود، یا شاید نمیم از چی ساخته شده است که خنوکی رو به خودش کشیده است. بیرون نرمتر است از داخل مسجد. بعد همانجا برو آمدم و گفتم که گرم کردن مسجد در زمستان واجب است. یعنی گرم کردن به معنایی که اقلا یه معتدل کند که آدمی نماز میخونده که اذیت نکشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آدمی که درد شکم است یا گرسنه سخت است یا سیری بد است یا مثلا طهارتش تنگ است، اجازه دادن که در خانهش نماز خواند، برای اینکه تشویش میشه. یا آدمی که پیاز خورده است یا سیر پیاز خورده است به مسجد نبیاید. برای چی؟ برای دیگران را تشویش میده. همین خنوکی که در مسجد است مردم اذیت میدهد. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدند و کسی به قبله مسجد توف کرده است، غضب کردند
و با دستشان تازه کردند. در زیر همین حدیث در صحیح بخاری است حدیث، حافظ ابن حجر رحمت الله علیه گفتند که این دلالت میکند که امام از بالای تازگی مسجد مسئول است. حتی تازگیش هم نظارت کند که مسجد باید تازه باشه. این گلیم هایی که بوی بد دارد، یا آدم آمده بینیشه میمونه سجده میکند، یا آدم با جورب و جوربی بوی آمده است، نعوذ بالله مسجد افلاس کرده است. یعنی امام باید یک شخص باشد که همه اینا نظارت کند، مسئولیت است. اون وظیفه امام یعنی که باید قرائت درست، نماز درست، اون وظیفه او هست. ولی نصیحت کردن این امر خوب است. اگر خبرت برده به دیگر جا نرساند، فلانی من نصیحت کرد گفته شما به بالا خبر کشی نکند و به شما ضررش نمیرسیده باشد، نصیحت کنید. برادر عزیز گوید چی در کار که علم نداری امامتی نکن. اگر ترسید نویسید به مثلا ایمیلش یا به رقمش که برادر تو قرائتات خطا هست، نکن امامتی، رو برو مردی کاری کن، یا اول علم آموز، تعلیم گیر، اقل سوره فاتحه را خطا میخوانی. ما به گوش ما شنیدگی هستیم در مسکو بعضی خطیب ها خطا میخوندن سوره فاتحه را، جمعه ها برآمد میکردن. بعضی برادرایی که همراه ما مدرسه خوانده بودن از صرف و نحوش خطاگی یافته میشتن در اسنای جمعهش. یعنی که یه آدمی که در یک شهری کلان، پایتخت یک کشوری بزرگ، در یک مسجدی کلام برآمد دارد، سوره فاتحهش خطا هست، خطبه جمعه میخواند ایروبای خطا میخواند، نعوذ بالله کن. این خیلی بدم نیسته؟ آخه علم نداری جای رو خالی کنی، آدم علمدار رو امامتی کند. افسوس کن، این یکی از علامت‌های قیامت هست دیگر.